بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس. او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. و قلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت به سر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد.